آیا یه گونه منقرض شده میتونه به حیات برگرده؟ این سوال جذابیه که با پیشرفت علم شبیه سازی تو طول دهه‌های اخیر بارها مطرح شده. واقعیت اینه که علم شبیه سازی هنوز تو مراحل ابتداییه، اما با این وجود خیلی از دانشمندان معتقدن که فعلا مسئله زمانه و احتمالا خیلی زود حیوانات منقرض شده دوباره میتونن رو زمین راه برن و این خیلی هیجان انگیزه. توی این ویدیو حیواناتی که گزینه‌های اصلی برای بازگشت به زمین هستن رو بهتون معرفی میکنیم. تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. توی کانال فکت وید هر هفته کلی ویدیوی خفن از حقایق و عجایب این دنیای شگفت انگیز و پر رمز و راز که به احتمال زیاد ازشون خبر نداری آپلود میشه. اگه به این سبک ویدیو علاقه داری، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو بزن که از زمان آپلودشون باخبر بشی. بریم سراغ ادامه ویدیو. با نگاهی به دندونای نیش حماسی این گربه‌های ترسناک ممکنه تعجب کنید که آیا احیای گربه‌های چاقودندان ایده خوبیه؟ نمونه‌های فسیلی این حیوان به لطف زیستگاه‌های سردی که روزگاری تو اونا پرسه می‌زده تا دوران مدرن باقی موندن. علاوه بر این فسیل‌های باستانی این حیوان تو چاله‌های قیر پیدا شده که بررسی‌های جدید نشون دادن نمونه‌ها دست نخورده باقی موندن. این یه شرط مهم برای بازگشت به حیاته که دی ان ای حیوان باید به شکل کاملا دست نخورده پیدا بشه. اما چالشی که احتمالاً بازگشت این جاندار رو به زمین سخت میکنه عدم وجود زیستگاه مناسبه. ببر تاسمانی حیوان بومی استرالیا و بزرگترین کیسه‌دار گوشتخوار شناخته شده دوران مدرن بود. این حیوان تو دهه 1930 و عمدتاً به خاطر تغییرات آب و هوایی، شکار و فقدان تنوع ژنتیکی منقرض شد. از اونجایی که اونا به تازگی منقرض شدن، نمونه‌هایی از این حیوان دست نخورده باقی مونده و در حال حاضر تو چند تا آزمایشگاه نگهداری میشه. علاوه بر این، بعضی از ببرای تاسمانی تاکسیدرمی شدن و دی ان ای رو دست نخورده حفظ کردن که توی موزه ها قرار دارن. به نظر میرسه ماموت‌های پشمالو یه گزینه عالی برای بازگشت از انقراضن. نمونه‌های زیادی از این حیوان توی یخبندان دائمی سیبری باقی موندن. دانشمندان میخوان با ایجاد جنینایی تو آزمایشگاه که دی ان ای ماموتو داره، یه حیوان دورگه فیل ماموت تولید کنن. هدف این پروژه حفظ فیلای آسیایی هم هست که با افزودن ویژگی‌هایی که اونا رو در برابر سرما حفظ میکنه، این حیونا از نظر عملکرد و ظاهر مشابه ماموت‌ها بشن و تو مناطق وسیعی از قطب شمال زندگی کنن. علاوه بر این، دانشمندان معتقدن انتقال گله‌های دورگه فیل ماموت به این مناطق باعث بازسازی زیستگاه‌های تخریب شده قطب شمال میشه. عجیب‌ترین حیوان منقرض شده جهان دودوه، پرنده‌ای که فقط 80 سال بعد از کشفش به انقراض کشیده شد. علت انقراضم شکار بی‌رویه ملوانایی بود که به جزیره موریس میرفتن. در واقع دودو توی جزیره موریس که تو اقیانوس هند قرار داره زندگی میکرد و تو اونجا شکارچی طبیعی نداشت. برای همین هیچ وقت به شیوه‌های دفاع از خودش نیازی نداشت و آزاد و رها روی زمین راه میرفت. توی همچین وضعیتی وقتی ملوانا به موریس رفتن، آسون‌ترین راه برای تامین غذا رو شکار دودو دیدن و به مرور زمان این شکارای بی‌رویه منجر به انقراض این پرنده شد. در حال حاضر دانشمندا امیدوارن که دی ان ای لازم برای احیای این پرنده رو جمع‌آوری کنن. به احتمال زیاد دودو میتونه به زیستگاه بومی خودش برگرده. خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید. لطفاً نظراتون و همچنین موضوع خاصی در مورد حیوانات که دوست دارید در موردش ویدیو بسازیم و توی قسمت کامنت ها بنویسید. در آخر ازتون میخوام با لایک کردن ویدیو به ما انرژی بدید، کانال رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدید دکمه زنگوله رو بزنید. 2 ویدیوی دیگه روی صفحه نمایش داده میشه که میتونید با کلیک روی هر کدوم که دوست داشتید اون رو تماشا کنید.